بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 1 با عنوان مجموعه، الگو و دنباله با هم مورد بررسی قرار میدیم. قسمت اول آشنایی با مجموعه هاست. سال قبل اینا رو مطالعه داشتید. بیشتر جنبه یادآوری داره. معرفی میکنیم. اولیش مجموعه اعداد طبیعیه که با حرف n نشون میدیم. اعضای این مجموعه را میشناسید. 1 2 3 الی آخر. دومی مجموعه اعداد حسابی هستش که با W نشون میدن. پس دومی مجموعه اعداد حسابی. فرقش با اعداد طبیعی اینه که 0 رو شامل میشه، ولی اعداد طبیعی با 1 شروع میشه. سومی مجموعه اعداد صحیحی که با Z نشون میدیم، شامل اعداد قرینه اعداد طبیعی هم هست. پس از چند نقطه منهای 2 منهای XF 1 2 الی آخر. بعدی اعداد گویاست که با Q نشون میدن. تعریفش اینه MNOM هایی، کسرهایی به صورت MNOM، به طوری که صورت و مخرج عضو اعداد صحیح باشن و مخرج مخالف 0. بعدی مجموعه اعداد گنگه که با نماد Q پریم یا QC نشونش میدن. هر عددی که گویا نباشه گنگ محسوب میشه، لذا میشه R بجز Q. بعدی مجموعه اعداد حقیقیه که با R نشونش میدیم. مجموعه اعداد طبیعی فرده که با O نشون میدیم. 1 3 5 الی آخر. مجموعه اعداد طبیعی زوجه که با ای نشونش میدیم. پس O شد طبیعی فرد، ای شد طبیعی زوج. 2 4 6 الی آخر. مجموعه اعداد صحیح فرد که عبارتند از منهای 3 منهای 1 1 3 5 الی قیامت. و مجموعه اعداد صحیح زوج که عبارتند از منهای 4 منهای 2 0 2 4 الی آخر. این معرفی مجموعه ها بود. این آری که گفتیم مجموعه اعداد حقیقی، اجتماع اعداد گویا و اعداد گنگ محسوب میشه. یه بار دیگه بخونیم سری. طبیعی N، حسابی W، صحیح Z، اعداد گویا Q. تعریف اعداد گویا رو سعی کنید که به خاطر بسپارید. اعداد گنگ Q پریم یا QC. هر عددی که گویا نباشه به تبع گنگ محسوب میشه. مجموعه اعداد حقیقی که میشه اجتماع Q و Q پریم. طبیعی فرد O، طبیعی زوج E، صحیح فرد ZO، صحیح زوج Z اندیس E. بعد از معرفی مجموعه های معروف، مجموعه های عددی معروف، اعمال جبری روی مجموعه هاست. اعمال جبری روی مجموعه ها به ترتیب معرفی میکنیم که به چه شکل هستش. x هایی که x متعلق است به A یا x متعلق است به B میشه همون A اجتماع B، که اگر بخوایم روی نمودار ون یا ون نمایش بدیم، مجموعه مرجع رو با U بنویسیم یا M. تمام اعضایی که در این دوتا مجموعه حضور دارن میشه A اجتماع B. این تعریف ریاضیشه. x به طوری که x متعلق است به A
یا x متعلق است به ب. اگر جای این یا و بیاد که علامت ریاضی یا بچه ها 7، علامت ریاضی و 8، یعنی x به قسمی که x متعلق به آ باشه و x متعلق به ب هم باشه میشه آ اشتراک ب، که اگه بخوایم اون نمودار ون هاشور بزنیم این تیکه وسط میشه. اعضای مشترک آ و ب. قسمت بعدی میشه x به طوری که x متعلق است به آ و x متعلق نیست به ب. این همون آی منهای ب میشه، اعضایی که در آ باشد ولی در ب نباشد. این تیکه که هاشور زدن مرجع رو دوباره با ام نشون دادن. و اما آخریش x به قسمی که x متعلق است به آ اجتماع ب و x متعلق نیست به آ اشتراک ب. تو اجتماع باشه ولی تو اشتراک نباشه، این دوتا تیکه میشه. یعنی اجتماع رو بیایم منهای اشتراک کنیم، میشه آ اجتماع ب منهای آ اشتراک ب، که اینو با این نماد بچه ها نشون میدن آ تفاضل متقارن ب. پس اینو چی میخونیم بچه ها؟ این نماد چیه؟ تفاضل متقارن. تعریفش چیه؟ آ اجتماع ب منهای آ اشتراک ب. البته یه جور دیگه هم میگن این تیکه میشه آی منهای ب، این تیکه قسمت سمت راستی میشه بی منهای آ، اجتماع این دوتا میشه همون تفاضل متقارن آ و ب. پس یه اجتماع داریم اعمال روی مجموع ها، یه اشتراک داریم، یه تفاضل داریم و این آخریه تفاضل متقارن. 4 تا عمل معرفی کردیم. اجتماع x متعلق به آ یا، در تعریف دقت کنید حتما اینجا یا باید باشه، یا x متعلق به ب، یا تبدیل به و بشه x متعلق به آ و x متعلق به ب میشه اشتراک. x که تو آ باشه ولی تو ب نباشه، x عضو آ و x عضو ب نباشد. و ولی در منطق یه معنی میده، یعنی اینجا دوست دارید ولی هم میتونید بخونید x متعلق است به آ ولی x متعلق نیست به ب. و آخری تفاضل متقارن که دو جور تعریف کردیم، اجتماع آ به منهای اشتراکشون یا آی منهای ب اجتماعش با بی منهای آ. خب با هم یه تمرین حل میکنیم بچه ها. پس تا اینجا ما فقط معرفی کردیم مجموعه های عددی و اعمال روی مجموعه ها. که گفتم اینا بیشتر جنبه یادآوری داشته، قبلا هم شما مطالعه داشتید. حاصل هر از اعمال زیر را به دست آورید. W چی بود؟ اعداد حسابی. با چی شروع میشد؟ 0 1 2 3 الاخر. N چی بود؟ اعداد طبیعی. اعداد حسابی منهای اعداد طبیعی کنید چه عضوی میمونه؟ فقط 0. تمام اعضایی که تو W اعداد حسابی باشه ولی در اعداد طبیعی نباشه، فقط یه عضو، اونم 0. Z منهای W فقط اعداد منفی میمونه. اعداد صحیح رو منهای اعداد حسابی کنید، میشود -2 -1 -3 -2 -1. اینجوری بهتر. W منهای Q. W چی بود بچه ها؟ اعداد حسابی. Q چی بود؟ اعداد گویا. آیا میتونید عضوی پیدا کنید که حسابی باشه ولی گویا نباشه؟ نه. پس تویی میشه. تمام اعداد حسابی به نوعی اعداد گویا. چرا؟ مثلا شما میگید منهای 4 یه عدد حسابیه. من یه مخرج 1 بهش میدم، منهای 4 یکم عضو Q هم هست.
پس W منهای Q تویی میشه. Z منهای N اعداد صحیح منهای اعداد طبیعی. منفی ها میمونه و صفر دیگه. منهای 3 منهای 2 منهای 1 و صفر. تمام اعداد طبیعی رو از Z کندم. اعداد حسابی اشتراکش با اعداد گویا بهتر میشه همون اعداد حسابی. Z اشتراکش با Q یعنی اعداد صحیح اشتراکش با اعداد گویا میشه همون اعداد صحیح. ببینید در معرفی مجموعه من میتونستم بنویسم N زیر مجموعی از W زیر مجموعی از اعداد صحیح، صحیح ها خودشون زیر مجموعی از اعداد گویا هم، اعداد گنگم زیر مجموعی از اعداد حقیقیه، خود اعداد گویا هم زیر مجموعی از اعداد حقیقیه. حالا اگر مثلا A زیر مجموعی از B باشه، این که A اجتماعش با B خود B خواهد شد، بعدا براتون ثابت میکنیم. A اشتراکش با B خود A خواهد شد. این نکته رو فعلا داشته باشید که تو این تمرین بتونیم ازش استفاده کنیم. چون Z زیر مجموعی از Q پس Z اشتراکش با Q خود Z میشه. یا اینجا مثلا دارید W اجتماعش با Q، چون W زیر مجموعی از Q پس اجتماع این دو تا خود Q میشه. R اجتماعش با Q پریم گنگ بود، R حقیقی، Q پریم زیر مجموعی از R پس اجتماع اینا خود R میشه. W منهای Z، چون W زیر مجموعی از Z چیزی در W باقی نمیمونه که در صحیح نباشه، تویی میشه. تویی رو با این نماد یا با این نماد میشه. و اما اعداد گنگ رو منهای اعداد طبیعی کنید. اعداد گنگ رو منهای اعداد طبیعی کنید. خیلی از اعضا میمونه. اعداد گنگ منهای اعداد طبیعی همون اعداد گنگ میمونه، چون اعداد گنگ شامل اعداد طبیعی اصلا نیستن. خب بریم سراغ تمرین 4. میگه در بین اعداد زیر اعداد گنگ را مشخص کنید. بچه 2/3 گویاست، رادیکال 5 گنگه، 3/12 گویاست، پی عدد گنگیست، منهای رادیکال 3/4 گنگه، بعدی گویا، منهای 3/5 گویاست، 1 روی رادیکال 7 گنگه، اما رادیکال 121 11 میشه و عدد طبیعی میتونید بگید، صحیح میتونید بگید، حسابی میتونید بگید، گویا میتونید بگید. پس طبیعی هست، گویا هست، صحیح هست، این هم که شد گنگ. 1 روی رادیکال 7. این مثال میخواد بهت بگه چی رادیکال داشت الزاماً گنگ نیست. ممکنه رادیکال بتونه خارج بشه عدد زیر رادیکال. اگه بتونه خارج بشه خب دیگه گویاست، اگر نتونه مثل این خارج بشه گنگه. خب میریم سراغ تمرین یا قسمت بعدی. آیتم بعدی که با هم مورد بررسی قرار میدیم بحث بازه یا فاصله است. زیر مجموعه از R تعریف بازه است. زیر مجموعه از اعداد حقیقی که مشخص کننده یک قطعه از محور اعداد حقیقی باشن را بازه یا فاصله می‌نامیم. بازها به چند دسته تقسیم میشن: بازه های بسته، بازه های باز، با بازه های نیم باز. پس 3 دسته هستن: بازه های بسته، بازه های نیم باز و بازه های باز. بازه بسته بازه که دو طرفش بسته باشه، یعنی دو تا طرف رو شامل بشه فی الواقع. خب
نماد بسته بودن بچه ها اینه، این نماد بسته بودنه. نماد باز بودن حالا میتونه به این سمت یا این سمت باشه. نماد باز بودن پرانتزه که میتونه به این سمت باشه یا به این سمت باشه. یه بار دیگه، نماد بسته بودن به صورت کروشه است، نماد باز بودن به صورت پرانتزه، بعضی از کتابا به صورت کروشه وارونه هم هست. اگر میگیم بسته است یعنی ابتدا یا انتهای بازه یا هر دو در مجموعه حضور دارن، اگر سمتی بسته شد اون ابتدا بود، خود ابتدا در مجموعه وجود داره. اگر باز بود در مجموعه وجود نداشت، نخواهد. رو محور وقتی نشون میخوایم بدیم، بسته رو با نقطه تو پر نشون میدیم، باز رو با نقطه تو خالی نشون میدیم. پس بازها 3 دسته شدن بچه ها: بسته، نیم باز و باز. بسته علامتش کروشه است، باز علامتش پرانتزه. بسته بودن یعنی شامل شدن، باز بودن یعنی شامل نبودن. روی محور وقتی میخواید مجموعه نشون بدید، بسته رو نقطه تو پر نشون میدید، باز نقطه تو خالی. الان من یه بازه بسته 2 طرفه نوشتم. بسته آ تا بسته ب، منظور ایکس های عضو آره که ایکس بزرگتر یا مساوی آ و کوچکتر یا مساوی ب هستن. روی شکل هم اگه بخوام در حالت کلی نشون بدیم، اینجا منفی بی نهایت، اینجا مثبت بی نهایت. فرض کنید اینجا آ هست، اینجا بی هست. این تیکه اعدادی که تو این قسمت هستن به انضمام خود آ و خود ب میشه بازه بسته آ تا بسته ب. مثال هم داریم: بازه بسته 1 تا بسته 5 میشه تمام اعداد حقیقی که بزرگتر مساوی 1 و کوچکتر مساوی 5 هم. روی محورم به این شکل نشون دادیم. و اما طرف دوم تصاویر رو کامل کنید و رو محور نشون بدید. منظورش اینه که به صورت مجموعه نیستیم، x به طوری که x متعلق است به r و x بزرگتر و مساوی با منهای رادیکال 2 و کوچکتر مساوی با رادیکال 10. این نمایش بازه به صورت مجموعه است. و اما اگر بخوایم روی محور نشونش بدیم، اینجا مثبت بی نهایت، اینجا منفی بی نهایت. اگر اینجا رو مبدأ یا صفر بگیریم، فرض کنید اینجا منهای رادیکال 2 باشه، تقریبا 1.4 منفی، رادیکال 10 میشه 3 و خورده ای. 1 2 3. اینجا رو بگیرید رادیکال 10 از اینجا شروع میشه تا اینجا. چون 2 طرف مساوی داره و بسته هستش، تو پرش میکنید. نقاط بینش رو میخواید، این تیکه که من الان هاشور زدم. پس فعلا ما بازه بسته رو معرفی کردیم. بعدی میشه بازه های باز. گفتیم نماد باز میشه پرانتز و نمایشش روی محور اعداد حقیقی به صورت تو خالی خواهد، دایره تو خالی. خب الان میخونیم بازه باز آ تا بازه ب. منظور ایکس های عضو اعداد حقیقی هستن که ایکس بزرگتر از آ و کوچکتر از ب باشه، یعنی خود آ و خود ب رو شامل نمیشه. نمایش کلیش هم که رو محور من براتون هاشور میزنم. ببینید خود آ و ب رو خالی کرده، یعنی که خود آ و ب رو شامل نمیشه. مثالش وقتی میگیم بازه منهای 1 باز تا 4 باز، میشه ایکس های حقیقی که ایکس بزرگتر از منهای 1 کوچکتر از 4. نمایشش رو محور از منهای 1 تا 4 رو من هاشور میزنم. ابتدا و انتهاش همچون بازه و شامل منهای 1 و 4 نیست، دایره های تو خالی گرفت. اما یه تمرین مجموع جواب این به صورت بازه نمایش داده و روی محور نشان دهید. این یه نامعادله مرکب بهش میگن.
برای حل این نامعادل مرکب اول مخرج رو از بین ببریم، یعنی همه رو در یه 3 ضرب کنید. 2 3 تا 6 تا این 3 از بین میره، میشه x منهای 1. این در 3 ضرب بشه میشه 3 و 4 ضرب در 3 میشه 12. این 3 با منهای 1 میشه به علاوه 2. حالا باید این 2 رو از بین ببریم این وسط. موضوع تغییرات x رو میخوایم. برای اینکه این 2 از بین بره این وسط به همشون منهای 2 واحد اضافه میکنیم. اگر به 6 منهای 2 واحد اضافه کنید میشه 4. اینجا اگر منهای 2 واحد به این اضافه کنید خود x به دست میاد و اینجا اگر منهای 2 واحد اضافه کنید 10. ببینید جواب این معادله شد x3 بزرگتر از 4 کوچکتر از 10. خود 4 و خود 10 نیست. پس بازه ما میشه باز 4 تا 10. اینو میگم مجموعه جواب اون نامعادله. و اگه بخوام رو محور نشونش بدم، فرض کنید این محور اعداد حقیقی باشه، اینجا 0 باشه، 1 2 3 4 از اینجا شروع میشه تا 10. فرض کنید اینجا هم 10 هست. این تیکه که الان ها شروع زدم خود 4 و خود 10 رو شامل نمیشه. اما بازه های نیم باز یا همون نیم بسته معنیش اینه که یه طرف بازه یه طرف بسته است. پس یه بازه های بسته بود که 2 طرف بسته هستن، ابتدا و انتها رو شامل میشه. یه بازه های باز بود که 2 طرف بازن، یعنی ابتدا و انتها رو شامل نمیشه. اما بازه های نیم باز یا نیم بسته یه طرف بازه یه طرف بسته است که میتونه سمت چپیه باز سمت راستیه بسته باشه، یا برعکس میتونه سمت چپیه بسته باشه سمت راست باز باشه. اینو میخونیم باز آ تا بسته ب، اینو میخونیم بسته آ تا باز ب. یه بار دیگه باز آ تا بسته ب، یعنی x بزرگتر از آ کوچکتر یا مساوی به خود ب رو شامل میشه، آ رو شامل نمیشه. اینو میخونیم بسته آ تا باز ب، خود آ رو شامل میشه و اعداد بین آ و ب، ولی ب رو شامل نمیشه. خب مثال باز 3 تا بسته 8 رو روی محور نشون دادیم. ببینید 3 رو خالی کردیم، 8 رو پر، چون 8 رو شامل میشه ولی 3 رو شامل نمیشه. در اینجا مثال برای بسته و بعد باز میشه بسته 0 تا 4 باز که 0 رو شامل میشه، 4 رو شامل نمیشه و عدد بین. این 0 رو تو پر کردیم، 4 رو تو خالی. خب این 3 تا بازه رو من نوع بازه ها رو براتون معرفی کردیم. اما بازه های بیکران چی هستن؟ بازه های بیکران منظور بازه هایی هستن که یک طرفشون بی‌نهایته. میتونه مثلا باز آ تا مثبت بی‌نهایت باشه یا بسته آ تا مثبت، یعنی طرفش بی‌نهایت. و میتونه هم منهای بی‌نهایت بیاد تا ب بسته، منهای بی‌نهایت بیاد تا ب باز. این 4 حالتی که میتونه یه باز بیکران باشه ما اینجا معرفی کردیم. پس بازهای بیکران بازهایی بودن که حداقل یه طرفشون بی‌نهایت داشته باشه. اگه هر دو طرف بی‌نهایت باشه که از دو طرف کراندار نیست. کل محور اعداد حقیقی بچه‌ها از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت یه بازه است. یعنی ما میتونیم مجموع اعداد حقیقی رو بنویسیم باز منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. خودش یه مجموعه بیکران یا یک بازه بیکران. اصطلاحاً اینجا میگیم وقتی باز آ تا مثبت بی‌نهایت هست از بالا کراندار نیست ولی از پایین کران داره، به تبعش هم حالت قبلی است، هیچ فرقی نمیکنه. اما وقتی از منهای بی‌نهایت میاد تا ب، حالا میتونه ب بسته باشه یا ب باز باشه، از بالا کران داره ولی از پایین کران نداره. خب مثالا رو هم که دارید و مشاهده میکنید. الان اینو من میخوام بنویسم، میشه باز 3 تا مثبت بی‌نهایت داره میره. این یکی داره از منهای بی‌نهایت میاد تا 7 بسته، چرا؟ چون اینجا پره. خب این هم بازه های بیکران. و اما تمرین خوب دقت کنید، مثالایی که میاریم بیشتر جون داره تا مثال های ساده.
مجموع جواب نامعادله های زیر را به صورت بازه نشان دهید. این نامعادله بسیار بسیار ساده است. یک رو منتقل میکنیم سمت راست، دو طرف رو به 1/2 تقسیم میکنیم، میشه x های بزرگتر مساوی با 1/2. x های بزرگتر مساوی 1/2 میشه بازه بسته 1/2 تا مثبت بی‌نهایت. بی‌نهایت ها همیشه بازن بچه، بی‌نهایت ها همیشه بازن، یادتون بمونه. اما قسمت به یک دستگاه نامعادلات داریم. دستگاه نامعادلات رو خوب دقت کنید، تک تک حل میکنیم. اشتراک دو تا مجموع جواب میشه جواب نهایی. پس یادتون باشه وقتی میخواید دستگاه نامعادلات رو حل کنید باید اول تک تک حل کنید و بعد اشتراک بگیرید. اول اگه 2 ضرب میکنیم از حالت کسری خارج بشه، چون در عدد مثبت داریم ضرب میکنیم جهت عوض نمیشه. x رو ببرید این ور میشه 3x، منهای 2 رو بیارید این ور با منهای 1 میشه 1، دو طرف رو به 3 تقسیم کنید میشه x های بزرگتر از 1/3. همونی یکی هم در 3 ضرب کنید میشه 3x منهای 2x بزرگتر یا مساوی 3x منهای 3. همه رو در 3 ضرب کردم که از حالت کسری خارج بشه. 3x ها رو از دو طرف میزنیم میشه منهای 2x بزرگتر و مساوی با منهای 3، دو طرف رو به یه منفی تقسیم میکنیم. چون بر عدد منفی تقسیم میکنیم بچه جهت باید عوض کنیم. یادتون باشه اگر طرفین نامساوی در عدد منفی ضرب یا تقسیم شود جهت نامساوی تغییر میکنه. حتما توجه داشته باشید، اگر بی دقت کنید غلط میشه x های کوچکتر مساوی با 3/2. بین این دوتا اگه من اشتراک بگیرم، این علامت اشتراکه، میشه x های بزرگتر از 1/3 کوچکتر مساوی با 3/2. به صورت بازه بخوام بنویسم باز 1/3 تا بسته 3/2. چرا بسته 3/2؟ باز 1/3 خودش نیست ولی 3/2 هست. نمایش هندسی اگه بازهای زیر روی یک محور رأس و حاصل خاص شده را به دست آورید. من دو تا از این موارد رو براتون حل میکنم، یه دونه این اجتماع حل میکنم، یه دونه از این تفاضل. یه اول برو رو محور اینا رو نشون بده. منهای بی‌نهایت تا منهای 2، این اگر 0 باشه این منهای 2 باشه، منهای بی‌نهایت تا منهای 2 بسته، پس اینجا پره. این الان منهای بی‌نهایت تا منهای 2 بسته است. از منهای 2 تا 0 رو بریم، منهای 2 تا 0 باز، منهای 2 بسته تا 0 باز، این هم 0 باز. اجتماع کنیم این همه رو بریزیم رو هم، جواب نهایی رو می‌نویسیم منهای بی‌نهایت تا 0 باز. اما در مورد این یکی سومی دارم، بازه بسته 0 تا 10، اینو 0 بگیرید اینجا رو 10 بگیرید، دو طرف بسته، منهای 1 تا 4ش کنید. این اگر 1 باشه اینجا هم 4 باشه، این تیکه رو ازش بکنید، اعضایی که تو پایینی باشه تو بالایی نباشه. میشود از 0 بسته تا 1 باز، این تیکه رو برداشتید ازش دیگه. بعد دوباره میاد از 4 باز شروع میشه تا 10 بسته. من این تیکه رو از این بازه پایینی کندم. خب اما آیتم آخر یه تمرینه، من یه اشاره کوچولو کنم فقط سریع. اگر عبارت این در بازه منهای بی‌نهایت تا 4 قرار گرفته باشد حدود x را بنویسید. یه بار دیگه، عبارت داده شده در بازه منهای بی‌نهایت تا 4 قرار گرفته باشه. در بازه منهای بی‌نهایت تا 4 قرار گرفته باشه معنیش چیه بچه‌ها؟ یعنی این بیفته تو این بازه، بیفته تو این بازه یعنی چی؟ چیا تو اینن؟ تمام اعداد کوچکتر یا مساویش.
این معادله رو حل کنید دیگه. کار سخت نیست، یه 5 ضرب کنید و معلوم مجهول کنید. یه نقطه میانی بازه داریم، یه طول بازه داریم. نقطه میانی بازه نقطه وسط بازه است که دو سر بازه رو جمع کنید به 2 تقسیم کنید. طول بازه هم میشه انتهای بازه منهای ابتدای بازه. طول بازه هم میشه انتهای بازه منهای ابتدای بازه. نقطه میانی بازه رو میخواد، کافی که منهای 2/3 رو به علاوه 5/6 کنم تقسیم بر 2. محاسباتش رو خودتون انجام بدید. خب تمرین دقت کنید. در صورتی که آ این باشه و ب این باشه، این سه تا مجموعه رو میگه مشخص کنید، اشتراک و اجتماع و تفاضل ب از آ. من اول اعضای آ رو مشخص میکنم. ب که مشخص بازه باز منهای 2 تا 5. من پیدا کردن اعضای آ به n عدد طبیعی بدید. 1 رو بذارید میشه منهای 1 به توان 1 کلا که میشه همون منهای 1. 2 رو بذارید، 2 با 2 ساده میشه منهای 1 به توان 3 بازم منهای 1. 3 رو بذارید میشه 3 ضرب در 4 12 به 2 6. یه بار دیگه 3 ضرب در 4 تقسیم بر 2 میشه 6. منهای 1 به توان 6 میشه 1. این عدد نهایتا یا زوج یا فرد دیگه. منهای 1 به توان زوجها 1 رو براتون تولید میکنه، منهای 1 به توان فردها منهای 1 رو تولید میکنه. پس این 2 تا عضو بیشتر نخواهد داشت. حالا آ اشتراک ب دیگه تابلوه. اعضای مشترک این بازه و این فقط همون منهای 1 و 1 هست که میشه خود آ. آ اجتماع بی گفتیم اگر آ زیر مجموعی از بی باشه اشتراکش میشه خود آ، اجتماعش میشه خود بی. بی منهای آ اعضایی که تو ب باشه تو آ نباشه، منهای 1 و 1 رو بکنید از اون میشه از منهای 2 تا منهای 1 باز، اجتماع از 1 باز منهای 1 تا 1، اجتماع از 1 تا 5. من رو محور نشون میدم برای اینکه خطامون کمتر بشه. ببینید بچه‌ها این منهای 2 هست اینجا باز تا 5 بسته. من میام منهای 1 و 1 رو ازش فهمیدم. این مگه منهای 1 نیست؟ اینو خالی میکنم، اینجا هم اگر 1 باشه اینو خالی میکنم. این 3 تیکه میشه، یه تیکه اینجا، یه تیکه اینجا، یه تیکه اینجا، به صورت 3 تا بازه نوشته شد. تمرین 15 میگه اگر x متعلق باشه به منهای بینایت تا آ، آیا میتوان گفت که لزوما x به علاوه 1 متعلق است منهای بینایت تا آ؟ این درسته؟ ذره فکر کنید. اگر x تو این بازه منهای بینایت تا آ باشه، x به علاوه 1 الزاماً تو این بازه هست؟ نه، چون کافیه x خود آ بگیرید، یه دونه بهش اضافه کنید دیگه تو این بازه شرکت نخواهد. x منهای 1 چه میتوان گفت و چرا؟ فکر کنید تو جلسه حضوری به من جواب بدید. و تمرین آخر اگر مجموعه این یک بازه باشد حدود m را مشخص کنید. بچه شرط بازه بودن اینه که ابتدای بازه از انتهای بازه کوچکتر باشد، مساوی هم نداره، چون این مساوی بشن که یه نقطه میشه دیگه بازه نخواهد شد. پس شرط بازه بودن اینه که ابتدا از انتها کوچکتر باشه دیگه، بقیه‌اش ساده است. اینو میارید این و کم میکنید، اینا میبرید اونور میشه 2، میشه ام های کوچکتر از 2. خسته نباشید تا جلسه بعد. همتون رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.